صدای پرنده ها را هر روز از حولی عبدولی الیف 66 ساله شنیدن ممکن است. او ساکن شهر خوجند محله توتی کلان می باشد. میگوید که صبح صادق محض صدای پرنده ها او را از خواب بیدار می کند. با روحیه تازه و صدای فارم جانوران یک روزی نو را آغاز می کنم. تاکید داشت قهرمانی گزارش ما. هر روز من داشت آبشت نو می‌شم. من هر روز دام می‌تیم. من تاکید تازه می‌شیم. من چوب تاش وایس دیگر چوب تاش گیته کاتک تارسته با تازه کنیم می‌شیم. نمیشه وایس دیگر لبانش وای میشه. گیری باگ میشه. فقط نگاه کنم تا یک سرکه میرسه دانه آبش. هر فقط نگاه میکنم کسته. ها نه شب آرام. ها همین سحر و حلوات میبرم همین. عبدولی الیف پرنده پروری را مشغولیت دوست داشته خود می حسابد. از این خاطر حالا یک کنج حولیش را برای پرورش و نگهبانی این جانوران جدا کرده است. برای زندگی آنها شرایط مهیا نموده به هر یکی قفس و خانچه های علاهیده ساخته است. حالا در حولی استقامتی او 6 نمودی پرنده ها موجودند. به آنها سحری بر وقت یک مرتبه آب و خوراک می دهد. میگوید که نرخ خوراکواری پرنده ها نه چندان گران است. ارزش میکنم در اون نگاه من ام وقت 200 کیلو 300 کیلو 3 سامانی 3 سامانی میگیرم 200 کیلو 250 خیلی 300 کیلو تا اول بار میرسد زمستون مول میشه این از اون روز با من 35 وقت شناسا فرستم. نگهبانی پرنده ها به خود خاص نازکی ها دارد. میگوید قهرمانی گزارش ما با برابری سری وقت دادن خوراک و آب آنها تازه نگاه داشتن قفس و اطراف جای زیستشان از قاعده های دیگری مهم و حتمی پرنده پروری می باشد. حالا در حوله استقامتی عبدولی الیف پرنده های نمودی توتی و توتی کریلا، امیدینکا، کاناریکا، کاکلیک و صعبه را دیدن ممکن است و تاکید می کند که با برابری رشد شدن پرنده ها به خانش می درآیند و صدای فورمی آنها تمامی روز تا شامگاه در حوله طنین انداز است. سکسکی رفته غایب میکنیده می آموزیدی همیشه. سن من آوا پیرانش وای من ای پیراشان هم هیانده کلان سالا اما وایش میگیرند لازم کاش میپسیم بعضشون که من نمتید بعضش این تید وای کوتی نتید دونش میبرود میگن وقتی تولد کردنده همین خلق گفتم خیلی نازک کاش هم هیدی نه وقتی مثلا بچه بارد کرد مول کوتی نمیدی وای کوتی خودی شون وای بچه دونش میبرود. اما که عبدولی میگوید در فصل سرما پرندگان را گرم نگاه داشتن خیلی مهم است. برای همین در این موسم پوره جای زیستی آنها را سلفان پیچ می کند. خوشبختانه سردی امسال به پرنده ها ضرر نرسانید میگوید او و یگان توی آنها نفوتیدند. خوراک اساسی پرنده ها این ارزان می باشد. هر سال فصل تیر ماه یعنی موسم درویدنی غله‌دانگی خوراک پرنده هایش را یک لخت تا 200-300 کیلو خریداری می کند. چوجی برادرگر تخم آب جوشانه مایدی میتید. برای بچه‌ش وای کردن آقا دادن. سامی سیمش کم کفته میتیم من اگر پردام بچه برادر. همین. سامی آقشاقم آب جوشانه میتیم بچه برادر. این نازکش این کاناریکا نازک. ای ها نازک نه کاناریک جدا نازک. وای من بچه برادر مثلا نرویش نرسه جدا کردن دکارشونی خون دادن دکار سیب دادن دکار و جدا نازک. این ها یکم تخم بچه بارد این ها تخم ریزی میتیم این ها هم میخیر. نگهبانی و پرورش پرنده ها با وجود خوشخوانی و با کس حلاوت بخشیدن اینچنین فایده علاوگی نیست دارد زیرا از هر یک نمودی آنها در یک سال تا 5-6 مرتبه نسل گرفتن ممکن است که شماری آنها تا به 100 عدد می رسد. هنگامی نسلگیری پرنده ها و بعدی تولد باشد با آنها تخمی به آب جوشانیده شده اینچنین سیب و کبودی می دهد تا نسل نو گرفتش ایمونیته حاصل کند. آب زده میستیم تو باز می‌داریم نه خا آبش میمونه خودش رو باز میکنه با هاربه هزینه سامو من اینجا پیش سلفان میکشم سلفان کروس میکنم همین زمستان من سلفان کروس کردم یگانتاش مودیش نه ها گرم میشه من دوستان که نه یگان خانم نمیدارم من خانم همینجا میسازم زمستان فقط پیش سلفان که میگیرم. قهرمانی گزارش ما عبدولی الیف نمودی گوناگونی پرنده ها را از بازار خریداری کرده با گرفتن نسل تعدادی آنها را زیاد کرده است. در آینده نقشه دارد که گوشه پرنده پروریش را در کنج حولیش باز هم کلانتر نموده نمودهای دیگری پرنده های خوشخوان و نادر را جایگیر کند. نگاهبین و پرورش پرنده ها به من حلاوت می بخشد میگوید قهرمانی گزارش ما. محض از این خاطر امروز تعداد آنها را به بیش از 60 عدد رسانیده است.
ягона шуғли дӯст доштааш дар зиндагӣ аз айёми кӯдакӣ маҳз парвариши парранда буд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.